یه لحظه هر کاری داری میکنی رو بذار کنار. فقط 30 ثانیه. تصور کن دقیق بدونی چرا تو این خانواده با این بدن و در این زمان به دنیا آمدی. یا بفهمی بزرگترین چالش‌ها و عمیق‌ترین دردات بخشی از یه نقشه بزرگتر بوده. نقشه‌ای که خودت قبل از اومدن به این دنیا انتخابش کردی. حالا تصور کن این نقشه وجود داشته و قرنها پنهانش کردن. 12 قرن پیش یه نسخه خطی باستانی پیدا شد که بزرگترین راز بشریت رو فاش می‌کرد. اما بعد عمدن از تاریخ حذفش کردن، چون توی اون قدرتی هست که خیلی‌ها نمیخوان تو داشته باشی. قدرت این که بفهمی روحت قبل از تولدت چه مراحلی رو گذرونده. کتاب کودکس انیمه، کتابی که حتی اسم بردنش هم برای خیلی‌ها ممنوعه، یه نسخه خطی باستانیه که بیش از 1200 سال پیش توسط یک گروه مخفی از عارفان نوشته شده. توش نقشه‌هایی است که سفر روح رو قبل، حین و بعد از زندگی نشون میده و رازهایی رو برملا میکنه که دینها و دولتها پنهان کردن تا کنترل مردم رو حفظ کنن. وقتی به این آگاهی برسی میفهمی که هیچ چیز تصادفی نیست. هر کسی که سر راهت قرار میگیره دلیلی داره. هر مانع سکوی پرشی برای چیزی بزرگتره. و مهمتر از همه میفهمی که تو هیچ وقت قربانی نبودی. تو از اول معمار سفر خودت بودی. بیشتر آدم ها زندگی رو مثل یه قطار بی‌مهار میگذرونن. اتفاقا میفتن، آدم ها میان میرن، مشکلات پیدا میشن و همه چیز انگار از کنترل ما خارجه. ولی اگه بهت بگم قبل از به دنیا آمدن دقیق آینده رو میدونستی چی؟ طبق گفته های این کتاب ممنوعه، قبل از تولد روحت از یه فرایند آماده سازی عمیق عبور میکنه. تو خودت انتخاب کردی که با چه پدر و مادری به دنیا بیای، چه بدنی داشته باشی، چه چالش هایی رو پشت سر بذاری و چه مأموریت هایی رو دنبال کنی. همه اینا رو تو حالتی از وضوح کامل و بدون ترس یا شک انتخاب کردی. روحت میدونست که حتی سخت‌ترین تجربه ها برای رشدت ضروریه. وقتی اینو بفهمی نگاهت به زندگی کامل عوض میشه. درد دیگه مجازات نیست، تمرینه. از دست دادن ها مجازات نیستن، فرصتن. سختی ها بار نیستن، کلیدن برای مرحله بعد. این آگاهی رنج رو به قدرت تبدیل میکنه، ترس رو به خرد و شک رو به ایمان. حالا بریم سراغ 7 مرحله که روحت قبل از تولد طی میکنه. طبق گفته کودکس انیمه، قبل از به دنیا آمدن روحت از این 7 مرحله عبور میکنه. این مراحل مثل پشت صحنه زندگی هن، جایی که همه آماده سازی ها انجام میشه. هر مرحله هدفی داره. هر مرحله تو رو شکل میده و دونستن این فرایند مثل اینه که دوباره نقشه‌ای رو بهت برگردونن که موقع تولد ازت گرفتن. مرحله اول. خیلی از ما تو زندگی یه حس خیلی ظریف و شاید نامحسوس داریم. یه دلتنگی برای چیزی که نمیتونیم توضیحش بدیم. یه حسی که انگار یه چیزی کمه. این حس در واقع اولین مرحله از سفر روحته. ندای آگاهی جهانی. طبق گفته‌های کودکس انیمه، همه چیز وقتی شروع میشه که آگاهی جهانی قلب تپنده کل هستی یه ندا میفرسته. این ندا دستور یا اجبار نیست، یه دعوت عاشقانه است. یه موسیقی خاموش که از میان بُعدها میگذره و به روح تو میرسه، هر جا که باشی. وقتی روحت این ندا رو میشنوه، یه یادآوری میگیره. وقتشه یه تجربه جدید رو زندگی کنم. وقتشه برگردم به زندگی فیزیکی. تو اون لحظه به عنوان یه روح آزاد انتخاب کامل با خودته که این ندا رو بپذیری یا نه. اگه الان داری این حرفا رو میشنوی، یعنی یه روز خیلی دور تو پذیرفتی. انتخاب کردی که برگردی. انتخاب کردی که زندگی کنی، احساس کنی، عشق بورزی، رشد کنی، اشتباه کنی، دوباره شروع کنی. حتی حالا که توی جسم هستی، اون ندا هنوز توی وجودت میپیچه. گاهی تو سکوت یا زیبایی غروبی که بی دلیل اشکت رو در میاره. تو همون بیقراریه که باعث میشه دنبال جوابایی باشه که جامعه هیچ وقت بهت نداده. شناختن این ندا یعنی پذیرفتن این که وجودت هدفی خیلی بزرگتر از کار کردن، قبض دادن و با جریان آب رفتن داره. وقتی آگاهانه به این ندا گوش بدی، زندگی تغییر میکنه. دنبال معنی بیشتری تو انتخابات میگردی. مرحله دوم، مرور زندگی. چند بار شده به خودت بگی ای کاش اون کارو نمی کردم، یا ای کاش گفته بودم، یا ای کاش میشد برگردم عقب. بیشتر ما با این زنجیره های نامرئی زندگی میکنیم.
پشیمونی‌های گذشته، گناهایی که فلجمون میکنه، اشتباهاتی که بخشودنی به نظر نمیان، ولی ته دلمون میدونیم همه اینا بخشی از یه چیز بزرگتره. و جالبه بدونی که حتی قبل از تولدت روحت همه اینا و خیلی بیشتر رو مرور کرده. طبق کودکس انیمه دومین مرحله سفر روح مرور زندگیه. قبل از اینکه توی یه بدن جدید غوطه ور بشی، روح دعوت میشه همه زندگی‌های قبلیش رو بازبینی کنه. نه خدایی هست که با انگشت بهت اشاره کنه، نه شرم و نه محکومیتی، فقط آگاهی و عشقه. تو تمام کارهایی که کردی رو دوباره تجربه میکنی، اما این بار با حس کامل اثرش روی دیگران. اگه به کسی آسیب زدی، دردش رو حس میکنی. اگه کسی رو شفا دادی، شادیش رو حس میکنی. اگه کسی رو الهام دادی، میبینی روحش چطور گسترش پیدا میکنه. مرور زندگی درس بزرگ تو همدلی و مسئولیت کیهانیه، نه برای تنبیه، بلکه برای رشد و تکامل تو. وقتی بدونی روحت قبلا همه کاراتو مرور کرده، نگاهت به اشتباهات و پشیمونی ها عوض میشه. میفهمی که اشتباه پایان راه نیست، ابزاریه برای یادگیری. بخشش لطف به دیگران نیست، هدیه‌ای به روح خودت. از اینجا به بعد میتونی سبکتر، مهربونتر و مسئولانه‌تر زندگی کنی. و نکته قشنگش اینه که تو همین حالا هم میتونی اثر کاراتو تغییر بدی. فکر کن اگه همین الان قرار بود مرور زندگی تو انجام بدی، چی رو میخواستی تغییر بدی؟ چه اثری روی آدم‌هایی که از مسیرت میگذرن داری؟ این آگاهی خودش یه هدیه است. مرحله سوم. تا حالا شده حس کنی باید تصمیمای مهم بگیری ولی ندونی با کی مشورت کنی؟ راه‌های زیاد، انتخاب‌های زیاد، ولی حس تنهایی تو تصمیم گیری؟ حقیقت اینه که تو هیچ وقت تنها نبودی. یه نیروی نامرئی، مهربون و دانا از خیلی قبل‌تر از تولدت کنارت بوده. توی سومین مرحله سفر روح که در کودکس انیمه گفته شده، تو با کسایی روبرو میشی که از قبل از اولین نفس کشیدنت همراهت بودن. شورای ارواح. بعد از مرور زندگی، روحت به یه مکان مقدس برده میشه. یه بعد پر از نور و آگاهی خالص که در اون با شورای ارواح ملاقات میکنی. تصور کن موجوداتی قدیمی، مهربون و بی نهایت خردمند دور جمع میشن. این موجودات تو رو بهتر از خودت میشناسن. همه سفرها، سختیها و پیروزیهات رو یادشونه. قضاوتت نمیکنن، فقط با آغوش باز میپذیرنت. با هم بررسی میکنید که روحت هنوز چه درسایی رو میخواد یاد بگیره، چه زخمایی باید التیام پیدا کنه و چه توانایی‌هایی رو میخواد رشد بده. اینجاست که نقشه زندگی بعدیت کشیده میشه. تصمیم میگیری چه چالشایی رو انتخاب کنی، با چه روحایی روبرو بشی، چه به عنوان همپیمان، چه معلم یا حتی رقیب. همچنین ماموریت بزرگی که روحت میخواد توی این زندگی انجام بده. بله، تو فعالانه توی این برنامه‌ریزی حضور داری. هیچ چیز بهت تحمیل نمیشه. با آگاهی کامل انتخاب میکنی. وقتی بفهمی همیشه یه تیم معنوی و مهربون همراهت بوده، نگاهت به زندگی عوض میشه. کم کم میفهمی که حسهای قوی و شهودی فقط خیال نیستن. اینها نشونایی هستن که از همین شورا برات فرستاده میشه. خوابهای مهم، برخوردهای بظاهر اتفاقی، حتی دردهای سخت هم میتونن بخشایی از همین برنامه باشن که با عشق طراحی شده. میفهمی که حتی الان هم میتونی دوباره با شورای خودت ارتباط بگیری. با مدیتیشن، دعا از صمیم قلب یا سکوت عمیق میتونی دوباره صدای نداهای کهن رو بشنوی و ازشون راهنمایی بخوای. مرحله 4. بعد از مرور زندگی‌های گذشته و برنامه‌ریزی با شورای ارواح، مقدس ترین لحظه میرسه. انتخاب هدف زندگی. طبق گفته کودکس انیمه، هیچ روحی بدون مأموریت به دنیا نمیاد. با وضوح عشق کامل انتخاب میکنی که در این زندگی قراره چه درس بزرگ، چه تحول عمیق و چه اثری رو دنبال کنی. این هدف میتونه شکل‌های مختلفی داشته باشه. اینکه بخوای زخم‌های روابط قبلی رو خوب کنی، مهربونتر و شجاعتر بشی، بقیه رو بیدار کنی و الهام بدی، یا استعدادها و دانش تازه‌ای رو به دنیا بیاری. هر مأموریت منحصر به فرد و جایگزین پذیر نیست. و مهمتر از همه، روحت هیچ وقت هدفی رو انتخاب نمی‌کنه که نتونه انجامش بده. کلید اول یادگیری هدفت اینه که ببینی چی عمیقاً روحت رو تکون میده. از خودت بپرس چه موقعیتایی باعث میشن پر انرژی و پرشور بشن؟ چه مشکلاتی تو دنیا هست که دلم میخواد حلشون کنم؟ چه کاری رو با عشق انجام میدم حتی اگه هیچ چیزی در عوضش نگیرم؟ هدفت توی جوابهای ساده همین سوالها پنهونه. حتی چالشایی که مدام توی زندگی تکرار میشن سرنخهای مهمی هن. چیزی که در گذشته بیشترین زخمش رو بهت زده ممکنه دقیقاً همون چیزی باشه که اومدی تو خودت و دیگران شفا بدی. مرحله 5.
انتخاب بدن و خانواده. خیلی فکر میکنن تولد یه جور قرعه کشی تصادفیه که همینطوری توی هر خانواده، هر بدن یا هر جایی ظاهر بشی. اما کدکس انیمه چیز کاملا متفاوت و عمیق‌تری رو میگه. تو همه اینها رو قبل از تولد انتخاب کردی. روحت با آگاهی کامل سناریوهای مختلفی از بدنها، خانواده‌ها و شرایط اجتماعی و تاریخی رو دیده و از بین همه گزینه‌ها همونی رو انتخاب کردی که بیشترین هماهنگی رو با هدفت داشته. میدونم این ایده برای بعضیا سخت قابل پذیرشه، مخصوصا وقتی به زندگی‌هایی پر از درد، فقر، رهاشدگی یا سوء استفاده نگاه می‌کنیم. شاید به نظر عجیب بیاد که کسی این رو انتخاب کنه، اما روحت مثل خود انسانی فکر نمی‌کنه. هر سختی رو یه ابزار می‌بینه، هر زخم رو یه محرک برای بیداری. مسیر آسون رو انتخاب نمی‌کنه، بلکه قوی‌ترین مسیر برای رشدش رو برمی‌داره. تو والدینت رو به خاطر ظاهر یا مسائل بیرونی انتخاب نکردی، بلکه به خاطر درس‌های نامرئی که همراه داشتن انتخابشون کردی. شاید برای یاد گرفتن بخشش، شاید برای شکستن چرخه‌های درد که نسل‌ها تکرار شده، شاید برای قوی‌تر شدن از طریق عبور از سختی. برای بدنت هم همینطوره. ویژگی‌های فیزیکی، استعدادها یا محدودیت‌ها رو انتخاب کردی چون برای چالش‌ها و موفقیت‌هایی که تعیین کرده بودی بهترین بودن. هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز اشتباه نبوده. وقتی اینو بفهمی، با چشمای تازه شروع می‌کنی به نگاه کردن داستان زندگیت. درد دیگه بی‌عدالتی نیست، تبدیل به هدف میشه. رنجش از پدر و مادرت یا محیطی که توش به دنیا آمدی کم کم جای خودش رو به یه درک و بخشش میده. میفهمی که همون روحایی که روی زمین بیشتر اذیتت کردن، توی دنیای روحانی شاید همونایی بودن که بیشتر از همه دوستت داشتن و حاضر شدن نقشای سختی رو بازی کنن تا تو رشد کنی. اینجاست که تغییر اصلی اتفاق میافته. وقتی انتخاب‌های روح خودت رو میپذیری و بهشون احترام میذاری، قدرت واقعی درونت باز میشه. دیگه به جای اینکه خودتو قربانی یا شرایط ببینی، میفهمی که یه موجود آزاد هستی که شجاعانه سخت‌ترین مأموریت رو انتخاب کرده: زندگی کردن و رشد کردن توی تجربه انسانی. مرحله ششم. بعد از انتخاب مأموریت، بدن و خانوادت، نوبت میرسه به حساس‌ترین لحظه سفر روح: عبور از پرده فراموشی. در دنیای روح تو همه چیزو میدونی، همه زندگی‌هات رو یادت است و هدف هر تجربه رو میفهمی. ولی برای اینکه تجربه انسانی واقعی، پرهیجان و دگرگون کننده باشه، باید یادت بره. باید مثل یه صفحه سفید به دنیا بیایی. کتاب کدکس انیمه این لحظه رو مثل رد شدن از یه دروازه مه‌آلود توصیف میکنه که وقتی ازش رد میشی، همه ی آگاهیات رو موقتاً پشت سر میذاری. این نه مجازات است و نه نفرین، بلکه انتخاب خودته. چون اگه اول از همه جوابها رو بدونی، بازی زندگی دیگه جذابیت و رشد نداره. پرده باعث میشه یاد بگیری به چیزایی که نمیبینی اعتماد کنی و حتی بدون نقشه راهتو پیدا کنی. به همین دلیل یادت نمیاد که با شورا ملاقات کردی یا پدر و مادرت رو انتخاب کردی. برای همین خیلی وقتا حس گمگشتگی پیدا میکنی. ولی این پرده کامل نیست. توی خوابها، حسای قوی یا لحظه های سکوت عمیق، رد پایی از اصل خودت رو حس میکنی. یه جور دلتنگی برای جایی که حتی نمیدونی کجاست. این همون روحته که داره سعی میکنه پرده رو کنار بزنه و یادش بیاره. خبر خوب اینه که میتونی همین الان آگاهانه شروع به پاره کردن این پرده کنی. با مدیتیشن، با توجه به نشونه های ظریف، با گوش دادن به ندای درون. اون موقع نور وجود واقعی شروع میکنه به رد شدن از این شکاف ها. مرحله هفتم. بعد از عبور از پرده فراموشی و گذاشتن همه خاطرات پشت سر، میرسی به شجاعانه ترین لحظه سفر روح: تولد. کتاب کدکس انیمه این لحظه رو جهش ایمان میدونه. تو آگاهانه خودت رو میندازی تو دنیای سخت و سنگین زندگی فیزیکی، بدون هیچ تضمینی، بدون یادآوری آگاهانه، فقط با یه اعتماد کامل و حس درونی که میدونه زندگی راه رشد و گسترش روحه. این پریدن شاید شجاعانه ترین کاریه که توی کل هستی میشه انجام داد. تو از بی‌نهایت بیکران دل میکنی و وارد یه بدن کوچیک، شکننده و آسیب پذیر میشی. تو قبول میکنی که محدودیت‌های جسم و دنیای مادی رو بپذیری. قبول میکنی درد، ترس و از دست دادن رو تجربه کنی. و قبول میکنید که یادت بره که واقعاً چی هستی. به دنیا میای کوچیک و بی‌دفاع.
برای اولین بار نفس میکشی، گریه میکنی، دنیای فیزیکی ازت استقبال میکنه، هم خشنه هم قشنگ، گرما، سرما، لمس، همه چی جدیده. اما یه چیزی توی وجودت هنوز کهنه و قدیمیه، جرقه یادآوری. اوایل کودکی روحت هنوز خیلی به اصل خودش وصله. بچه‌ها از زندگی قبلی حرف میزنن، با دوستای نامرئی گپ میزنن، خوابهایی میبینن که انگار پیام‌هایی از دنیاهای دیگه است. ولی با گذر زمان اون پرده غلیظ‌تر میشه. جامعه با قوانین آموزشاش کم کم یادت میده که فراموش کنی، اما هیچ وقت کامل یادت نمیره. توی لحظه های سکوت یا درد شدید یا شادی بیدلیل روحت آروم در گوشت زمزمه میکنه. اون پریدن رو به یادت میاره چرا اومدی. هر چالشی که باش روبرو میشی یه فرصت یادآوریه. هر عشقی که تجربه میکنی پژواکی از حقیقت ابدیه. هر شروع تازه‌ای یادت میاره که یه روز شجاع بودی و هنوز هم میتونی باشی. تو خودت انتخاب کردی که به دنیا بیای، قبول کردی یادت بره. تولد فقط شروع زندگی جسمی نیست، شروع ماجراجوییه و وقتی اینو یادت بیاد دیگه راه برگشتی نیست. حالا که شروع کردی به یاد آوردن، یه سوال اجتناب ناپذیر میاد سراغت. چرا همه اینا از ما پنهون شده؟ اگه روح ما قبل از تولد این مسیر رو میره، اگه هر زندگی هدفی داره، اگه خودمون معمار زندگیمون هستیم، پس چرا به ما یاد دادن مثل قربانی زندگی کنیم؟ چرا ما رو با این باور بزرگ کردن که کوچیکیم، محدودیم، بی‌ارزشیم؟ جوابش ساده و بیرحمه. چون آدمای آگاه راحت کنترل نمیشن. از آغاز تمدن‌ها کسایی که قدرت تو دستشون داشتن به یه حقیقت خطرناک پی بردن. آدمی که یادش باشه کیه، نه اجازه میده دستکاریش کنن، نه قبول میکنه با ترس زندگی کنه، نه این توهم جدایی رو باور میکنه. تصور کن بشریت میدونه جاودان است، میدونه خودش انتخاب کرده اینجا باشه و میفهمه که همراه با دیگران سازنده واقعیت زندگی خودشه. دولت‌ها و نهادها دیگه نمیتونستن با ترس قوانینشون رو بهت تحمیل کنن. احساس گناه، مجازات، کنترل، ابزارهایی که قرنها استفاده شدن دیگه جواب نمیدادن. برای همین این آگاهی رو فقط مخفی نکردن، عمدن پاکش کردن، تحریفش کردن، بی‌اعتبارش کردن. دستنوشته هایی که از سفر روح حرف میزنن ممنوع شدن، سوزونده شدن، زیر خاک تاریخ دفن شدن. استادانی که میخواستن به انسان یادآوری کنن که از کجا آمده یا کشته شدن یا مسخرشون کردن یا ساکتشون کردن. ولی حقیقت قدرت خودش رو داره. هیچ وقت برای همیشه دفن نمیمونه و هیچ کس نمیتونه جلوی بیداری روحت رو بگیره. قدرت این که یادت بیاد کی هستی همیشه توی خودت بوده و همیشه هم خواهد بود. حالا که این رو میدونی، انتخاب با خودته. میتونی دوباره بخوابی همونطور که سازندگان این فراموشی میخوان، یا میتونی جلو بری، الگوهای قدیمی رو بشکنی و همون جوری زندگی کنی که همیشه بودی، موجودی ابدی، آزاد و آگاه. حالا یه سوال دیگه پیش میاد. چطور شروع کنیم به یاد آوردن اینکه واقعا کی هستیم؟ کودکس میگه حافظه روح هیچ وقت کامل پاک نمیشه. فقط مثل یه دونه زیر خاک میمونه، منتظر شرایط مناسب تا شکوفا بشه و این شرایط رو میشه ساخت. یادآوری اینکه کی هستی با یه جرقه جادویی اتفاق نمیفته، یه پروسه است. هرچی بیشتر با یه سری تمرین‌ها و نشونه‌ها هماهنگ بشی، شکافتن این پرده آسان‌تر میشه و نور واقعیت ازت بیرون میزنه. همه چیز با سکوت شروع میشه. زندگی مدرن پر از سر و صدا و شلوغیه و این عمدیه، چون توی سکوت شروع میکنی به شنیدن چیزایی که فراموش کرده بودی. مدیتیشن حتی روزی چند دقیقه مثل روشن کردن چراغ توی تاریکی ذهنه. هر نفس عمیق، هر لحظه آگاهی تو رو به جوهرت نزدیک میکنه. بعدش نوبت خواب هست. کودکس میگه موقع خواب روح تا حدی از محدودیت‌ها که بدن آزاد میشه. خوابهای شفاف، تجربه‌های خارج از بدن، نمادهای تکراری، همشون تکه‌ای از حافظه اصلی هستن که میخوان بهت برسن. خوابهاتو نادیده نگیر، یادداشتشون کن، بهشون فکر کن، از خودت بپرس روحم داره چی رو یادم میاره؟ خودم خوابایی دیدم که توش با آدمی آشنا شدم که توی این زندگی ندیده بودمش، ولی وقتی بیدار شدم حس می‌کردم سالهاست میشناسمش. یا خواب جاهایی که توش حس فوق‌العاده‌ای داشتم انگار خیلی برام آشنا بودن، ولی هیچ وقت توی این زندگی زمینی ندیده بودمشون. راه قوی دیگه پیروی از حس درونیه. گاهی بی‌دلیل حس می‌کنی باید مسیرتو عوض کنی، با کسی حرف بزنی یا پروژه‌ای رو شروع کنی.
اینا اتفاقی نیست. این حافظه روحه که داره عمل میکنه و یادت باشه تنها نیستی. شورای ارواح، راهنماهای معنوی و جوهره بالاتر خودت، همشون اینجا هستن منتظرن که جا باز کنی و دوباره بهشون وصل بشی. وقتی صادقانه درخواست کمک کنی، جهان همیشه جواب میده. بیداری یه عمل شجاعانه است، یعنی از حالت خودکار زندگی بیرون بیای، یعنی روایت ترس، محدودیت و گناه رو رد کنی، یعنی هر روز انتخاب کنی که یادت بیاد من ابدیم، من نورم، من خالق واقعیت خودمم. منتظر تغییر دنیا نباش تا شروع کنی، منتظر شرایط کامل نباش تا عمل کنی. دنیا وقتی تغییر میکنه که تو تغییر کنی. زندگیت وقتی شکوفا میشه که خودت انتخاب کنی شکوفا بشی. و اگه یه چیزی توی وجودت با این حرفا همصدا شده، بدون بیداری تو همین حالا شروع شده.